شما کیین؟ من سید احمد داو احمد سایت ما میخیره چلیستیلی نوشتم میشه سید دیویس احمد. شما از کجایین؟ از کلوب. چیکار میکنین؟ پیشمرد به همون صنف 8 دیدام 5 تمام کردیم. دوستیش میگفتن 5 گفتن و دوستان در 5 پایان بود. بچه های همون پگرانچیکو میخواندن اینترنت مدت بسیارم. بچه هایی که روان خردگی بودن ای کدام منطقه معلوم بسیار اکثرشون بدخشانی بود. نقطه 8 تمام کردیم. شما کجا رو ختم کردیم؟ بچه همونجا تمام کردیم. بعد انرژتیکی تکنیکوم آمدیم. اولی پیدایش استودیتم انرژتیکی تکنیکومی. در کدام شهر؟ در قربان‌تپه کوچه کارلمان که گستنسی کهنه اون چوبیش مدت دوده بودن تکنیکوم تشکیل شد. حاضر شما چیکار میکنید؟ حاضر ما دیرکتورمون عبدالرحمن لازریش گفتنی آدم بود. زوجمونم یهود بود. اینا یهودی بودن. بسیار انسان‌های خوب بسواد بودن بچه جان. 3 سال خواندیم. از علمی دعوتمون کردن. اما دیدن تاش محمد گفتنی گنرال مورد در ای قطار جدا کردن بعد 3 روزی جمع شدن آدم‌ها. خدمت نبردن اوچیش روان کردن و این اوچیش جای پسترین ده من غطیدن بچه های صاحبدار مسکو لینینگراد و وایده داخل شدن مرا بکینسکی به این اوچیش روان کردن همینجا ده 1 سال میخوانم نشلی گوچیش فیراد میکنن میگه تو معلوماتی کافی نداری من تو را خانت روان میکنم من گفتم اکه ما 1 شهر داریم نامش کلابه قفا نمیگردیم تا پریود دیدم زدنی خود نداریم خیلی و ایرانی بوده است چی همون ایران بوده است اوزارهای ایرانی بعد گفت که من تاجیکی میدانم خیلی گفتم تاجیکی صحبت کنیم بسیار معقولش شد ترجمه خودی من مکتب میانم هست گفت همونجا میزگرانم خیلی گفتم همونجا بزگران 4 کورس شدم حق دارم اکسترنه بودم به اگزم پیشیدم بخوانم همین خیلی 8 سال خواندیم بچه جان 8 سال دستای آدمای خوب در من خدمت کردم دست الیف در خدمت کردم برشن گیدر الیف در دستی بوبجانیان در خدمت کردم ادیسکی و این آخر بعد اون مرد چی خدمت کردیم؟ مالی اکنال بودم اکنال تمام کردیم اونجا خدمت کردیم پرکتیکال گذاشتیم بچه مارشال برن تانک وایسک اعلان شد مسکو بردن جاش تا تانکای اساتین آمد که با زبان ما آشنا بود خلق همین آسیای میانه هم اصلا این بسیار دوستم داشت خدمت بسیارم کرد نصیحت‌های خوبم کرد با گاه اگر یک مشکلی میشه پیامش نمی آمد و قبول در تاجیکستان چه خدمت کردی؟ در تاجیکستان در وقتش همون گیس ساختن در گیس قلیل نابود ای نالوی ادمیت کش تا تاشه نیزوز حاضرم میدانم چخیر برای آهن دنگره بیران کردن چخیر رفت آمد بود و بعد اول کندن کانال کندند و بعد محکم کند کانال به خوی دادن چخیره نه بعد نورد بود بسیار کار چی کردم خدمت بیسه که بود باید بدم بیسات نیک بدم تونیله خونه میدانم نقل کردن ما غلامی همین 1101 سال غلامی کی بودیم؟ غلامی عرب بودیم در وقتی که تاجیک‌ها عربو نبودن شما میگه که غلامی عرب نه تاجیک اصل هفته عرب نبود نه اصل هفته 82 در آمد اسلام در عصر 6 که پیدا بود تاجیک‌ها 100 سال 1000 سال پیش تاجیک بود نه اینا بودن و اون گبزنیم بودیم بچه‌جان این من در نظر دارم بعد از 7 که عربا آمدن اینجا 7 بار کلاب قچی جنگ کردن و بای دادن 8م بار
کلوبیارا کشتن اینا تبر مسلمان برای همون میگن من اینا در نظر دارم بعد عصر هفت ما کهنه‌ترین دولت ملت جهان پیدا شدن اسلامی که حضرت محمد اعلام کرد اما پیش از حضرت محمد یهودی ها میگن اینا اسلام وجود داشت بچه جا حضرت محمد حضرت ابراهیم خودش پارسی زبان بود یهودم که بود پارسی زبان بود حالا ما چطور در نماز میخوانیم میرویم میرفتم آمد داریم ملاها میگه که محمدی عربی ما کنکریت نه یک وقتا میکروفون ازشان میگیرم نه عربی میگم نه پارسی و عربی چون که مادرش پارسی زبان بود دلیلش که اجداد حضرت ابراهیم بود پدرش اجداد قریشی بود عربای قریشی ولی دلیل بوده عرب تاریخ عرب داده کتاب شمیر که آمدگی 26 عصر پیش از میلاد اینو داشتن همه آمنش کهنه‌ترین ذات عربه دولتچه عمان میگیم خدمت کمتر زمین دارد زلیب پرسته در نظر خیلی ایناش 96 دولت جهان داده عربیه حرام و حلال مصری میگیم یردانیه میگیم مراکو میگیم موریتانیه میگیم تونس این خلقی فینیکی داده یا لیوان سن لیوانی حوزیره این اسلام محمد مصطفی ما الحمدلله مسلمانیم این دینی زردشتی از ما آشنا نیست ما استفاده میبریم همچون معلوماتی علمی اما اسلام چون که اول دینی اسلام وجود داشته و چرا من اسلامی نباشم من نماز میخوانم نماز مسجد دادم میرم اشتراک میکنم یک گپای آسمانی که ویا میزنن اجازت نمیتونم کیو ملاحظ قسمت ملاحظ میگه که هر که بسیار میشه مقصد یعنی دین اسلام در علم مکمل قدی اونو بحث نمیکنم یکی ایدئولوژی دولتی و تاریخی در بحث میکنم چون کمتر شناختی که هستم کمتر شناخت هستم بحث و مناظره میکنم این استاتیو می نویسم فایده‌ناک باشد استفاده میبرم زلالناک باشد خود شما گشته سر من چی آورده؟ گشته استاد من یک موادی آوردن برای همین بحث مناظره قرقزا چیکار کرد؟ قرقز از کجا آمده است؟ از کجا آمده؟ چه ملت است؟ چرا زبان ترکی خریگر می‌دهد؟ چه آسیایی‌مانه دعوت کردن؟ برای چه جنجال اسفره خیزاندن؟ استاتیاش حالی نام نگفتم چند قدر؟ یک روشانی میاندازه؟ قرقز کیه قرقزا؟ قرقز دادر عزیز یکی از کهنه‌ترین اکن اوغزا اندو لیکن این میلی کهنه جهان بچه ها کهنه که بین ترکوده اینا خلق اصلا از تیبت هم از تیبت آمده داره مینوسینسک رایون مینوسینسک از دوی پیش از میلاد صاحب دولت شدن خطی خکسو دولتی خود ساختند تا победонос نزد کوفت روسیه اشغال کردن روسیه کتگی کرده جنگ و جنجالشان دوام داشت بسیار جنگ‌های اشدی کرده در نیوستان یعنی آلتای در سیبیر در برای همین قرقز وقتی همین قمیش میزند لیلا های بچه ها خلق جنگاوره خلق بسیار مثلی چیله لیکن آخه اینجا حق نداره آسیای میانه ده خیلی جنجال بخیزه شورش بکنه این زمین ها را وقتی که ما غلامی روسیه بودیم تقسیم کرد تقسیم وچیم حرام حلال تقرمی دیلینی من قبول ندارم بچه جان این کتاب خواندگی بسیار قدیش جنجال کردم چند بار دیلش کشادم بیچاره و التماس کردم که دیله نکشاین این گناه تانی من همون خط نیست نویسم این رحمت که نویسم نترسیم
ولی همین کتاب دیمش نخوندم راستی گفت نبودم چه خیلی کتابای چی نویسنده است و هم با عقل و فهمشی خودم خودش مصلحت کرده بودم جناب اوری این وظیفه را دو دست شما دادید شما یک کار پیش برید شما هیچ کار پیش بردگی نیست این درباره تعلیق پنجاه دوستم بدارد گفته ماندن داخل یک کار بکن که اکادمی نو رحمت بگه تاجیک‌ها که تاجیک‌ها نیست که خودش صاحبی کرد انا مثل بابا جان را برد بابا جان را برد تاریخ انا و خفتگاه ارکئولوژی خطی توانیست دیلی ستالین یافت یا چیزارو ستالین 8 تا 12% نویسم چی پیشنهاد داریم؟ من پیشنهاد درباره همون نیست دارم که ترکمن‌ها امروز بدونن که خلق تاجایی اساسی آسیای میانه مایمو همون ترکمن غیر تشوز ترکای اورال اینجا در پایتخت دولتی تاجیکستان نمیدونم روسی دولتی مسیجی دمی فراموش خاطر میشه یا نوشتگی؟ نوشتگی امروز یکی شما نمیبینن داخل بخوانم اون آینه این آینه دیگره فرقی هم چیز؟ صاحبی دولتی پرک سازنده دولتی پرکی آمده این اشخابات نیست نامش عشق آواده دخترای زیبای نازنین جهان اینجا بود عشق آواده اینا پارسی زبان بودن تا اصل 11 تا اکوپاسیون سلجوقیان اما این زمین اکثر بلیک دولت تاجیکا بود که از وقتی که سلجوق سلجوقی بعد اسکندر مقدونی صاحب دولت امپیری الکساندر اسکندر بختریو اولین قبیله ای که امپیری اسکندر بزرگ شدن از دوی پیش از میلاد در این محل سقاهیان یک طایفه تاجیکی دیگه صاحب این دولت قبیله لایس بود و امر بعدی خیر اون شرک این دیگر تیمایی در نظری همون سقاهیان همون سیستانیان همون سکستانیان همون زبولیستانیان همون تاجیکات طایفه رستم دستانه تاجیکایی که امروز خود تاجیک کردیم یکی دین پرست که بودیم همون دین زردشتی که امروز نوشته اتنشنیمون هست همون تعلیم داد که ما باید نیست نکنیم یگان دولت یگان ملت برای همین گشتیم و آزاد کشید کوه را گرفته دادیم این دین زردشتی بود؟ ها؟ دین زردشتی گفت که نیست کنین یا که نکنین؟ نه نکنین گفت نکنین بسیار مصلحت‌های خوب در دین اسلام و کشتن چی خیلی گفته شدیم که اول آخری ما قبول همو داشتیم که زردشتی را؟ برای همین زردشتی اصل 6-11 را گفتین شما یا خرید 12 را این زردشتی پیش اصل دو ما زردشتی بودیم که این اصل دوی که پایتخت پرچه اصل دو چی داخل شهری نیست که بعد اصل یک داده ریم امپیره کلان شد که ما قدیم 3 بار جنگ کردیم علمی در از پشت کوه ارارتی ارمن اینا هم آلیانی هن بچه جان اینا هم قسمی خونی آلیانی دارن ما یاردمشان کردیم امروز یک لیلیپوتی علمی هن ما را مذاق میکند که تاجیک تودی شده گفته گرد میزند ما باید پیش راه این احمقا را بگیریم کلاسیکای جهانیشان دادن کلاسیکای ما را استفاده میبرند کلاسیکای ما را پریزنوت میکنند حافظ شیرازی که این حکم جهانی دارد بچه جان جهان اینه پیغمبر علم میکنه یکمین انسانی که پیغمبر علم جهان تعیین شد این شاعر حافظ شیرازی بود
که مکتب ما رو دست نمیدادن، میگفتن که این شاعری دینیه. دویم دادر همون فردوسی بزرگی که شاهنامه نویس بود. دویم پیغمبر علم جهان همین. سیمش نام عربی دارن، ما عربو بیزارم اینجا تا قیامته، بسیار شیطانه. نامشن هم کلام میبرز. چهارم دولت نداشتیم، جامعه بچه جان. ازبک ای خودش که چه خونه ده هیکلش هست و مال نیست.